السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردای عزیزم، امیدوار هستم که تمامتان جور خوب صحتمند باشین و به امتداد درس گذشته ما امروز درس جدید ما را پیش میبریم که درس گذشته ما راجع به طهارت برای نماز بود. ما یاد گرفتیم که پیش از اینکه ما نماز باید بخوانیم طهارت کنیم، یعنی طهارت پاکیزگی را میگه و باید وضو کنیم تا بدن ما پاک شود و ما به عبادت آماده شویم. نماز بر کیها یا بر چه کسی فرض شده است؟ نماز بر تمام مسلمانان فرض شده است. نماز یک نوع عبادت است که ما به خاطر الله متعال انجام میدیم، به خاطر اینکه الله متعال گناههای ما را ببخشه. پس درس دیروز ما را، درس گذشته ما را یا درسی را که ما خوانده بودیم خوبتر سپری شد و امروز هم درس جدید ما را پیش میبریم که درس جدید ما پیش از اینکه شروع کنیم اول میاییم امی موضوعاتی که در این تخته درج است اینا را شما متوجه باشین. صنف اول مضمون تعلیم دینی و موضوع درس دارم نماز. درس 40 صفحه 43 و جلسه 63. خب شاگردکای عزیزم، قسمی که در هر درس ما با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم درس ما را شروع میکردیم، امروز هم درس ما را با گفتن نام الله جل جلاله شروع میکنیم. نه تنها ای که تنها به خاطر درس باشه که نام الله را یاد کنیم، یعنی در هر کاری که ما انجام میدیم باید نام الله متعال را یاد کنیم، چون او کار ما هم به سادگی انجام پیدا میکنه و هم الله متعال از ما خوشحال میباشه و ما را کمک میکنه. پس در حالت درس خواندن هم باید اسم الله متعال را یاد کنیم تا درس ما خوبتر ذهن نشین ما شود. پس با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم درس ما را شروع میکنیم و عنوان درس جدید ما راجع به نماز است. راجع به چی است؟ راجع به نماز. پس امروز ما با نماز آشنایی پیدا میکنیم و درس ما را میخوانیم. نماز اول کلماتش را میخوانیم که نون میم الف ز. نون میم الف ز. نماز. نون میم الف ز. نون میم الف ز. نماز. نماز. آفرین. پیش از اینکه درس ما را بخوانیم اول میگیم که نماز به خاطر عبادت است. نماز به خاطر این است که انسان وقتی که مرتکب یک گناه میشه توسط نماز میتونه که یعنی نماز ادا کنه و الله متعال را ازش طلب مغفرت کنه یا طلب بخشش گناهان. پس هر انسان وقتی که مرتکب یک گناه میشه دوباره به خاطر ای که از خداوند یعنی بخشش بخواه، یکی از وسیله های بخشش خواستن نماز خواندن و یعنی عذرگزاری پیش خداوند متعال است و الله متعال نماز به خاطر بر تمام مسلمانان یعنی مهیا ساخته، به خاطر که اگر یعنی زندگی را پیش میبرند مشکل می داشته باشند از طریق نماز به الله متعال یا رابطه داشته باشند. یعنی نماز خواندن به این معنا که امرای الله متعال روبرو خودت صحبت میکنی یا گپ میزنی، این به این معنا است. پس میایم درس ما را میخوانیم که در درس ما بر ما چی گفته شده و درس های ما به قسم سوال بر ما آمده که ما جوابایش دریافت میکنیم. سوال اول: نماز بر چه کسی فرض است؟ نماز بر چه کسی فرض است؟ نماز. نون میم الف ز. نماز. بر بری چه گردک کسی. کاف سین یا کسی. فرض ف ر دوات. فرض است الف سین ت است. در آخرش چی میمانیم؟ سوالیه. سوالیه را فراموش نمی کنیم. سوال: نماز بر چه کسی فرض است؟ در جوابش چی میگیم؟ نماز بر هر مسلمان فرض است. نماز. نون میم الف ز. نماز. بر 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 ه د چشمه ر هر. میم سین لام میم الف نون مسلمان. مسلمان. فرض ف ر دوات. فرض است الف سین ت است. پس در آخرش نقطه میگذاریم چون سوال ما جوابش تکمیل شد. و در سوال دوم گفته کسی که نماز نخواند چه می شود؟
کسی که کاف سین یا کسی که کاف هگردک که نماز نون میم الف زی نماز نخواند نون خی واو الف نون دال نخواند چه هگردک چه می شود میم یا شین واو دال می شود. آفرین. پس این سوال است. سوالیه را بگذاریم. در جوابش برای ما گفته شده کسی که نماز نمیخواند گناهگار می شود. کسی که نماز نمیخواند. کسی کاف سین یا کسی که کاف هگردک که نماز نون میم الف زی نماز نمیخواند نون میم یا نمیخواند خی واو الف نون دال خواند. گناهگار گاف نون هیده چشمه گاف الف ری گناهگار. آفرین. می شود میم یا شین واو دال می شود. پس در آخرش یک نقطه میگذاریم. نقطه به خاطری که جواب ما ختم شد. در سوال بعدی گفته شده که نماز چه فایده دارد؟ نماز نون میم الف زی نماز نون میم الف زی نماز چه هگردک چه فایده ف الف یا دال هگردک فایده دارد دال الف ری دال دارد. در آخرش چی مگذاریم؟ سوالیه مگذاریم دارد. نماز چه فایده دارد؟ در جوابش میبینیم که نماز چی فایده داره؟ نماز انسان را از کارهای بد منع میکنه. این الف میدیم که نماز انسان را از کارهای بد، از کارهایی که الله متعال دوست نداره منع میکنه. یعنی اگر نماز بخوانیم این کارهای بد را ما انجام نمیدیم. نماز نون میم الف زی نماز انسان الف نون سین الف نون انسان را ری الف از الف زی کار کاف الف ری کار های هید چشمه الف یا های بد بی دال بد میم نون عین منع می کند میم یا کاف نون دال کند می کند. نماز انسان را از کارهای بد منع می کند. کارهای بد کدام کارها هستند؟ یعنی کارهایی که انسان او را انجام بده خداوند جل جلاله دوست نداشته باشه او کارها را. کارهای بد کدام کارها هستند؟ اینجا نوشته میکنیم عبارت از دروغ دیگه غیبت غیبت دزدی قتل و کارهای غیر آفرین کارهای غیر اسلامی کارهای بد کدام کارها هستند؟ اینجا ما چی میکنیم؟ با شکل تیر نشان میدیم علامتکا ببینین یا گزینه هاش کدام کارهای بد هستند که الله متعال این کارها را دوست نداره. یعنی به احترامی به والدین هم کار بد است. به احترامی به والدین این یکی از شاخه هایش است. پس این را ما چی کردیم؟ نشان دادیم توسط تیرها. این کارهایی است که انسان باید انجام نده. باید دیره کارهای بد، دروغ، غیبت، دزدی، قتل، کارهای غیر اسلامی، به احترامی به والدین، سلام ندادن به بزرگا،
احترام نکردن به بزرگان و شفقت نکردن به اطفال که این کارها را باید یک مسلمان انجام نده، چون الله متعال ازش خفه می باشه. انسان به کارهای خوب امر میکنه. کارهای خوب یعنی سلام دادن، دیگه احترام به بزرگان، احترام به بزرگان و دیگه یعنی درس خواندن، از گفت بزرگان کردن، یعنی بزرگان هر چی که میگه باید ما انجام بدیم. دروغ نگوییم، باعث آزار و اذیت مردم نشدن. آفرین. اذیت مردم نشدن و کمک کردن همراه کهنسالان، کمک کردن همراه بزرگان. این از جمله کارهای خوبی است که باید ما انجام بدیم. کارهایی هستند که باید ما انجام بدیم و الله متعال از ما خوش می باشه. نماز خواندن اینا خود تمامش دی یعنی شامل است. پس درس امروزیتان که راجع به نماز بود، امیدوار هستم تمامتان یاد گرفته باشین و ایره به زندگی روزمریتان پیاده کنین یا از این یعنی نکات مثبتش بگیرین و در زندگیتان کوشش کنین که انسان خوب باشین. خب شاگردکای عزیزم، کار خانگی شما ای است که ایره در کتابچه هایتان بیرونویس میکنین، هم به نوشته کردن و هم به درس خواندن و ذهن‌نشین شدنتان بسیار فایده میرسانه و تمامتان را به الله پاک و بی‌نیاز بسپارم. الله حافظتان.